أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 69 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 70 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس 70، یعنی درس 70. درس 70 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید اولا حفظ کرده شوند. اولین کلمه ای که میارد این هست که صاحب کتاب میگوید سکتون حدیدیتون، یعنی راهی آهن. سکتون حدیدیتون، راهی آهن. بعدش میگوید محطت السکت الحدیدیتی، ایستگاه راه آهن. محطت السکت الحدیدیتی یعنی ایستگاه راه آهن. بعدش میگوید قطنون. قطنون یعنی پخته. قطن یعنی پخته. جمعش می شود اقطانون. اقطانون یعنی پخته ها. اقطانون، پخته ها. بعدش می گوید قطافون. قطافون یعنی چیندن. قطافون، چیندن. این مصدر هست. قطافون مصدر هست. فعل ماضیش قطف یقطفو است، از باب یکم، یا همچنین از باب دویم هم می آید قطف یقطفو. قطف یقطفو یا قطف یقطفو. پس این از دو باب آمدگی است، از باب یکم و از باب دویمی 22 باب صرفی. پس قطفه چیند، یقطفو یا یقطفو میچیند. مصدرش می شود قطافون. قطافون یعنی چیندن. بعدش می گوید ماکینت قطاف القطنی. ماکینت قطاف القطنی یعنی که ابزاری چیندن پخته یا آلتی چیندن پخته. ماکینتون آلت، ابزار، قطاف چیندن، قطنی پخته. پس می توانیم بگیم ماکینت و قطاف القطنی کنبین پخته چینک یا خود پخته چینک، اون اسباب هایی که پخته را می چیند. پس اون را می توانیم بگیم ماکینت و قطاف القطنی، یعنی که ابزار چیندن پخته یا کنبین پخته چینک. بعدش می گوید نجاحون. نجاحون یعنی پیروز شدن. مصدر باشد به معنای پیروز شدن و همچنین به معنای پیشرفت کردن می آید. پیشرفت به معنای پیشرفت کردن می آید. بعدش می گوید اتمنى لکم النجاح، یعنی تمنا میکنم، آرزو میکنم برای شما پیشروی را. اتمنى تمنا میکنم، آرزو میکنم. این اتمنى فعل مضارع مخاطب از باب 7 هست. تمنى یتمنى. اتمنى یعنی من تمنا میکنم. از باب 13 است، از باب 7 نه، از باب 13. باب تکلم یتکلم، تمنى یتمنى. پس این از باب 13 هست. اتمنى یعنی تمنا میکنم، آرزو میکنم، لکم برای شما، النجاح پیروزی و
پیش قدمی و پیش صفی را، بردوباری را، همچنین نجاح می شود ترجمه بردوباریش بکنیم. بردوباری را برای شما تمنا میکنم. بعدش میگوید مسحون. مسحون این اسم مکان است، یعنی درمانگاه. مسحون درمانگاه. زیرا اینکه مسح از صح یصح گرفته شدگی است. صح یعنی درست شد، یصح درست می شود. پس مسحون این اسم زمان و مکان هست. مسحون اسم زمان و مکان هست، یعنی جای درست شدن، جای صحیح شدن، یعنی که درمانگاه، جای طبابت. مسحون درمانگاه. جمعش می شود مسحاتون، درمانگاه ها. جمع مؤنث سالم می شده است، درمانگاه ها. مسحاتون درمانگاه ها. بعدش میگوید موجودون. موجودون یعنی هست. موجودون ترجمهش هست، یعنی موجود است، همون چیز وجود دارد. موجودون هست. بعدش میگوید حالیان. حالیان حال حاضر، الان، عین زمان. حالیان حال حاضر، الان، عین زمان می شود ترجمهش کنیم. بعدش میگوید تفضیلا. تفصیلا. تفصیلا یعنی با تفصیل. تفصیلا با تفصیل. پس این مصدر از باب هشتم هست، از 22 باب صرفی باب هشتم مصدرش هست. فصل یعنی که یک چیز را تفصیل داد، واضح و روشن بیان کرد. یفصل واضح و روشن بیان میکند، تفصیلا واضح و روشن بیان کردن. این مصدر است از باب هشتم، از باب فرح یفرح تفریحا می باشد. فصل یفصل تفصیلا. تفصیلا یعنی با تفصیل، با تمام نازکی هایش بیان کرد. بعدش میگوید اخبر تفصیلا، یعنی که خبر داد با تفصیل، خبر داد با تمام نازکی هایش. اخبر از باب هفتم هست. اخبر یخبر اخبارا، خبر دادن. اخبر یخبر اخبارا، خبر دادن تفصیلا با تفصیل. بعدش میگوید کلمتن کلمتن، یعنی کلمه کلمه. جملتن جملتن، یعنی جمله جمله. بعدش میگوید شاهده. شاهده یعنی مشاهده کرد، تماشا کرد. شاهده تماشا کردن. این شاهده از 22 باب صرفی باب نهم هست. باب قاتل یقاتل مقاتلتن. پس شاهد یشاهد و مشاهدتن از 22 باب صرفی باب نهم هست. شاهده یعنی تماشا کرد، یشاهد و تماشا میکند، مشاهدتن تماشا کردن مصدرش میشود. بعدش میگوید بکل ارتیاح، یعنی با تمام خوشی، با تمام خوشحالی، با تمام خرسندی. ارتیاح همچنین مصدر هست. ارتیاح این مصدر هست. از 22 باب صرفی از باب 11 هم است، از باب اجتمع یجتمع اجتماع. پس ارتیاح را فعل ماضیش ارتاح هست. ارتاح یرتاح ارتیاحا می شود، زیرا که این اجوف است. ارتاح یرتاح ارتیاحا. ارتاح یعنی خوشحال شد، خرسند شد، شادمان شد. این طور ترجمه می شود. ارتاح فعل مضارعش می شود یرتاح. یرتاح یعنی خوشحال می شود، شادمان می شود، خرسند می شود. مصدرش ارتیاح، خرسندی، شادمانی، خوشحالی. پس بکل ارتیاح میگیم با تمام خوشحالی، با تمام شادمانی، با تمام خرسندی. این طور ترجمه کرده می شود. پس ارتیاح مصدر از باب 11 هم است. فعل ماضیش ارتاح یرتاح ارتیاحا به مثل اجتمع یجتمع اجتماعا. اما این ارتیاح چطوری گفتیم که این اجوف است. بعدش میگوید که باتا.
بات یعنی شب را روز کرد. فعل مضارعش می شود یبیتو، شب را روز می کند. مصدرش می شود مبیتون، شب را روز کردن. بات شب را روز کرد، یبیتو شب را روز می کند، مبیتون شب روز کردن، شب را روز کردن. پس این بات یبیتو از اخوات کانه هست، کانه ای که اخوات دارند. پس این باتا یکی از اخوات، یکی از خواهرهای کانه است. عملی کانه را میکند که در اول مبتدا داخل می شود، مبتدا را مرفوع، خبر منصوب میگرداند. چطور این را در الاجرومیه خوانده بودیم که اینها از افعال ناسخه هستند، افعال ناقصه یا از ادوات ناسخه که در اول مبتدا و خبر میدرویند. بعد از این میگوید توجه و ناگفته نماند که با تیبیتو از 22 باب صرفی از باب دویم هست، از باب ضرب یضربو است. با تیبیتو، با تا در اصل بیاته بود، یبیتو در اصل یبیتو بود، و مثل ضرب یضربو. پس این اجوف یایی از دویم باب صرفی است، از باب ضرب یضربو است. بعدش میگه توجه، توجه یعنی روی آورد، توجه رو آورد، یعنی که از یک جا توجه الى البیت، رو به سوی خانه آورد، یعنی به طرف خانه راه سپر شد، به طرف خانه آمدن گرفت. مثلا توجه همچنین میشود به معنای به سوی یک چیز با شتاب رفتن. توجه الى البیت مثلا با شتاب به سوی خانه رفت. یا اتوجه الیک یعنی که با شتاب به طرف تو میروم. توجه به معنای با شتاب رفتن یا توجه کردن. پس این توجه از 22 باب صرفی از 13 باب است، از باب تکلم یتکلم تکلما، توجه یتوجه توجها، از باب 13 هست. بعدش میگه تأخر، تأخر یعنی دیر کرد، تأخر تأخیر کرد، دیر کرد. پس تأخر همچنین از 22 باب صرفی از باب 13 است، از باب تکلم یتکلم تکلما، تأخر یتأخر تأخرا، تأخر دیر کرد، یتأخر دیر میکند، تأخرا دیر کردن. پس این همچنین از 13 باب 22 باب صرفی هست. بعدش میگوید میعاد، میعاد این اسم زمان و مکان است. میعاد این اسم زمان و مکان است، یعنی زمان یا مکان وعده. میعاد زمان یا مکان وعده. میعاد پس میتونه بگیم زمان وعده، یا اگر مکان باشد پس میشود به معنای مکان وعده، یعنی جای وعده. بعدش میگوید تأخر عن المیعادی، تأخر عن المیعادی یعنی دیر کرد یا دیر ماند از زمان وعده، از وقت وعده کردهش دیر ماند. تأخر عن المیعادی دیر ماند از زمان وعده. بعدش میگه تکلم، تکلم یعنی سخن گفت، تکلم سخن گفت. یتکلم سخن میگوید، تکلما سخن گفتن. پس این هم خود کلمه معلوم است که از باب 13 است، باب تکلم یتکلم و تکلما، باب 13 از 22 باب صرفی هست. بعدش میگوید کفت تکلمو، کفت تکلمو یعنی کفایه میکند سخن گفتن، بسنده از سخن گفتن. کفت تکلمو کفایه میکند بسنده از سخن گفتن. بعدش میگوید که استعجل، استعجل یعنی که شتاب کرد، استعجل شتاب کرد، سراسیمه شد. استعجل شتاب کرد و سراسیمه شد. استعجل از 22 باب صرفی از باب 15 است. استعجل یستعجل استعجالا، و مثل استخرج یستخرج استخراجا، از باب 15 می باشد. بعدش میگه که فاته القطار، فاته القطار یعنی فوت کرد
قطار را. قطار یعنی که پاییز، قطار پاییز. فاته القطار یعنی فوت کرد پاییز را، فوت کرد قطاره را. قطار پاییز یا قطارش میگوییم با تاجیکی قطاره، یعنی که قطاره را دیر کرد، قفا ماند از قطاره. فاته القطار یعنی لم یدرک القطاره، یعنی دریاب نکرد قطاره را، دریاب نکرد پاییز را. فاته القطار. یفوتو، یفوتو یعنی فوت می شود. پس فاته یعنی فوت شد، یعنی گذشت، دریاب نکرد. یفوتو دریاب نمی کند، فوت می شود یا می گذرد. فوتون فوت شدن، گذشتن، دریاب نکردن. پس فات یفوتو از 22 باب صرفی از بابی نصر ینصرو هست. این اجوف است، اجوف واوی، با مثل قال یقولو، فات یفوتو. از 22 باب صرفی از باب یکم است، از باب نصر ینصرو. بعدش میگه که حفلتون. حفلتون یعنی حفله، یعنی که جشن. حفلتون حفله و جشن. جمعش می شود حفلاتون، حفله ها، جشن ها. حفلتون حفله، جشن. حفلاتون حفله ها، جشن ها. بعد از این میگه که الثامنة تماما. الثامنة تماما یعنی 8 پره، یا چطوره که میگیم 8 00. الثامنة یعنی 8 تماما پره. الثامنة تماما 8 00، 8 پره. بعدش میگه که توقف. توقف یعنی توقف کرد. این مسئله الثامنة تماما یعنی 8 00 یعنی ساعت، ساعت 8 00 یا 8 پره، این ساعت رو در نظر دارد. بعدش میگه که توقف. توقف یعنی ایستاد. توقف ایستاد. فعل مضارعش یتوقفو، می ایستد. مصدرش توقفن. پس توقف یتوقفو توقفن از 22 باب صرفی از باب 13 است. از باب تکلم یتکلمو تکلمن هست، از باب 13 هست. بعدش میگه مدتون. مدتون یعنی مدت، زمان، وقت. مدتون مدت و زمان و وقت. جمعش میشود مددون یعنی زمانها، وقتها، مدتها. بعدش میگه مدت توقف القطاری. مدت توقف القطاری یعنی زمان ایستادن پاییز یا وقتی ایستادن قطاره. مدت زمان، توقف ایستادن، مصدر ایستادن. القطاری یعنی قطاره یا پاییز. مدت توقف القطاری زمان ایستادنی یا زمان انتظاری. توقف رو میتونه بگیم انتظار، مدت انتظاری قطاره، انتظاری پاییز. بعدش میگه اسمح لی ان اشکرک. اسمح لی ان اشکرک یعنی اجازت بده برای من که شکر بگویم تو را. اسمح لی اجازت بده برای من، یا اسمح لی اجازت من را. اگر لام برای تعدیه بگیریم پس میگیم اجازت بده من را. اگر لام ترجمه کرده میگیم اسمح لی اجازت بده برای من. ان اشکرک این که شکر بگویم تو را. پس به تعویل مصدر ان اشکرک را میگویم برای شکر گفتن. اسمح لی ان اشکرک یعنی اجازت بده من را شکر بگویم تو را. اجازت بده من را شکر بگویم تو را. بعدش میگوید لا شکر علی واجب یعنی نیست شکر برای وظیفه. نیست شکر برای وظیفه یعنی جواب است. یک کس میگوید اجازت بده که شکرت بگویم، پس میگه لا شکر علی واجب. مثلا یگان خدمت براش کرده باشی میگه لا شکر علی واجب، یعنی برای وظیفه‌ای که انجام دادم یگان شکری نیست، تشکرگویی نیست دیگر. یا اسمح لی ان اشکرک اجازت بده برای تشکر بگویم تو را.
لا شکر علی واجب، تشکر نیست برای وظیفه، یعنی وظیفت ادا کردی. بعد از این میگه دعوتون، دعوتون دعوت کردن، فریاد کردن، دعوتون دعوت کردن، فریاد کردن. این مصدر هست. فعل ماضیش دعا یدعو هست. دعا دعوت کرد، فریاد کرد. یدعو دعوت میکند، فریاد میکند. دعاون یا دعوتون هر دوش مصدری دعا یدعو هست. دعاون همچنین به معنای دعوت کردن و به معنای طلب کردن، دعوتون هم همچنین به معنای دعا کردن و دعوت کردن مصدر هستن. دعا یدعو پس مصدرش میشه دعاون یا دعوتون. پس دعا یدعو اصل این کلمه از باب نصر ینصرو هست، اما ناقصی واوی هست. دعا یدعو اصل دعا و یدعو بود. بعد از این میگوید لب الدعوته. لب الدعوته یعنی که قبول کرد دعوت را، یعنی استجاب الدعوت. لب به معنی استجاب، یعنی قبول کرد دعوت را. همچنین به معنای لب الدعوت یعنی پاسخ داد برای دعوت. لب به معنای پاسخ هم میشود، به معنای قبول کردنم و به معنای جواب دادنم می آید. پس لب یلبی تلبیتا از 22 باب صرفی از باب هفتم هست. از باب فرح، لب یفرح، یلبی. پس تلبیتا مصدرش می شود، به مثل سمع یسمی تسمیتا از باب هشتم هستند و این هم ناقص است، ناقصی یایی. بعد از این میگوید وصل القطار. وصل القطار یعنی رسید پاییز. وصل رسید، القطار پاییز، قطاره رسید. بعد از این میگوید لئلا تا این که نه، لئلا تا این که نه، لکیلا همچین تا این که نه. هرچه ترجمهش یک است، هر دویش رو ترجمهشون یک هستن. لئلا لکیلا ترجمهشون تا این که نه، یعنی دوامش در بعد چی میآید؟ لئلا تذهب باشد تا این که نروی، لئلا تأکل تا این که نخوری، لکیلا تذهب تا این که نروی، لکیلا تأکل تا این که نخوری. پس لئلا لکیلا هر دوش به معنای تا این که نه. بعد از این میگوید حوالی. حوالی، حوالی یعنی که نزدیکی هایی، حوالی نزدیکی هایی یا تقریبا، میشه به معنی تقریبا هم بگوییم حوالی نزدیکی ها یا تقریبا. بعدش میگوید سیدون. سیدون یعنی آقا. سیدون یعنی که آقا، یعنی بزرگوار، یا به مثل اکه میگوییم یا بزرگوار. جمعش میشود سادتون. سادتون یعنی بزرگوارها. سادتون بزرگوارها یا آقاها، یا میتونیم بگیم اکه ها. بعدش میگوید یا سیدی، ای آقایم، ای اکهیم، ای بزرگوارم. که هذا مثل این، که هذا مثل این. پس این هست کلمه های نوی درس 70. با همین کلمه های نوی درس 70 به آخر رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 70. صاحب کتاب در این حوار چنین بیان کرده، میگوید که اتمنى لك النجاح في دراستك و في اعمالك كلها. یعنی که آرزو میکنم برای تو پیش قدمی و پیش صفی را در درس خواندنت، فی دراستی که در درس خواندنت، و فی اعمالک و در کارهایت، کلها همش. این کل توکید است برای اعمال، این کل توکید برای اعمال است. اعمالی آخرش کسره است، برای همین کلی آخرش کسره میتیم، زیرا که این توکید است. توکید یکی از توابع بود، این توکید معنوی هست یا توکید غیر لفظی. اتمنى لك النجاح في دراستك و فی اعمالك كلها. آرزو میکنم برای تو پیش قدمی، پیش صفی را در درس خواندنت
و در همه کارهایت. این کل رو اول ترجمه کنیم خوبتر است. و در همه کارهایت. بعدش میگوید شکرا لک یا سیدی، تشکر برای تو ای بزرگوارم، تشکر برای تو ای اکا، تشکر برای تو ای آقایم. بعدش میگوید جاءتنی من اخی الموجود حالیا في المصح رسالة وحدثني فيها عن حاله تفصيلا فقرأت الرسالة كلمة كلمة حللت عباراتها جملة جملة. میگوید که جاءتنی یعنی رسید برای من. جاءتنی ترجمهش رسید برای من. فاعل جاءتنی این کلمه رسالتون هست. این رسالتون مرفوع است به خاطر اونی که فاعل جاءتنی هست. از این حساب اعراب رو هم دقت بدید و ترجمه رو هم. رسید برای من از برادرم که هست حال حاضر در درمانگاه. رساله رسید. چی رسید؟ رساله رسید، نامه رسید. میگه رسید برای من نامه. میشود این نامه را در اینجا ترجمه کنیم. رسید برای من نامه از برادرم که هست حال حاضر در درمانگاه. و حدثنی فیها، و میگه سخن گفتگی است برای من. فیها یعنی در همون رساله. سخن گفتگی است برای من در همون رساله. عن حاله تفصیلا یعنی از حالتش با تفصیل، یعنی با شرح و توضیح تمام حالتش بیان کرده. میگه سخن گفته است. فقرأت الرساله کلمه کلمه، پس میگه خواندم اون رساله را، اون نامه را کلمه کلمه. حللت عباراتها جملة جملة، حل کردم عباره هایش را جمله جمله. حللت حل کردم یعنی که تحلیل کردم. تحلیل بگم دقت دادم عباره هایش را جمله جمله. دقت دادید؟ جاءتنی من اخی الموجودی. موجودی برای چی کسره دارد آخرش؟ به خاطر اینکه موجودی صفت است برای اخ. اخ مجرور است، موجودی برای خاطر مجرور است. من اخی الموجودی، موجودی صفتی اخ است. حالیا یعنی حال حاضر، این ظرف است. فی المصحی رسالتون گفتیم فاعل جاءتنی است. و حدثنی فیها عن حاله تفصیلا فقرأت الرسالة کلمة کلمة حللت عباراتها، حل کردم عباره هایش را. عباراتها مفعول به حللتو مجرور است. به خاطر چی؟ به خاطر جمع مؤنث سالم است. جمع مؤنث سالم حالت نصبش کسره میشد نیابتا عن الفتحه، با جای فتحه کسره میشد. پس این عبارات جمع مؤنث سالم است، مفعول به است. عبارات جملتا جمله، جمله جمله میگه تحلیل کردم عباره هایش را. بعد از این میگوید که هل تذهب معي الى الحقل، هل تذهب معي الى الحقل یعنی آیا میروی تو همراه من به کشتزار؟ آیا میروی تو همراه من به کشتزار؟ میگوید الیوم قطاف القطن و ستشاهد ماکینات قطاف القطن. میگه امروز چندن پخته است، امروز پخته چینی است. و ستشاهد ماکینات قطاف القطن، و تماشا میکنی، و ستشاهد بزودی تماشا میکنی کمبین ها را یا ابزارهای پخته چینی را. ابزارهای پخته چینی را میگه تو تماشا میکنی. الیوم قطاف القطن، امروز روز چندن پخته است. و ستشاهد ماکینات قطاف القطن، و بزودی تماشا میکنی کمبین ها را، ابزارهای پخته چینی را. بعدش میگه نعم بله، بكل ارتیاح با تمام خوشی، با تمام خوشحالی یا با تمام شادمانی و خرسندی، یعنی قبول کرد رفتن را به حقل، به کشزار. بعدش میگه بات الضيف عندنا ليلتين وفي صباح اليوم الثالث خرج وتوجه إلى محطة السكة الحديدية.
یعنی که بات الضیف، یعنی شب رو روز کرد، یعنی شب مهمان ما شد، شب رو روز کرد مهمان، الضیف مهمان، عندنا لیلتین، در نزد ما دو شب. بات الضیف عندنا لیلتین، میتونیم بگیم که شب ایستاد مهمان در نزد ما دو شب، یعنی دو شب مهمان ایستاد. و فی صباح الیوم الثالث، یعنی در صبح روز سیوم، در صبح یوم الثالث روز سیوم، خرج برآمد، و توجه و روی آورد، با شتاب روی آورد یا با شتاب رفت، الى محطة سکة الحدیدیة، با ایستگاه راه آهن. بات الضیف عندنا لیلتین، شب را روز کرد مهمان در نزد ما دو شب، یعنی دو شب مهمان داشتیم. و فی صباح یوم الثالث، و در صبح روز سیوم، خرج برآمد، و توجه الى محطة سکة الحدیدیة، و با شتاب رفت به سوی راه آهن. بعدش میگوید که نظر الشاب الى ساعته لیعرف کم الساعة لئلا يتأخر عن الميعاد مع صديقه. یعنی نظر الشاب، نگاه کرد جوان، الى ساعته، به ساعتش، لیعرف کم الساعة، تا اینکه بداند چند ساعت، لئلا يتأخر عن الميعاد مع صديقه، تا اینکه دیر نکند از زمان وعده همراه دوستش، همراه رفیقش. نظر الشاب الى ساعته، نگاه کرد جوان به ساعتش، لیعرف کم الساعة، تا اینکه بداند چند ساعت، لئلا يتأخر عن الميعاد مع صديقه، تا اینکه دیر نکند از زمان وعده همراه دوستش. بعد از این میگوید که کف تکلمو، یعنی کفایه میکند سخن گفتن، بسنده است گپ زدن، سخنگویی. لقد تکلمت کثیرا، واقعا میگه سخن کردی تو بسیار، واقعا بسیار گپ زدی. لقد تکلمت، گپ زدی تو، کثیرا بسیار. لقد تکلمت کثیرا، واقعا بسیار گپ زدی. بعدش میگه استعجل لکی لا یفوتک القطار، الست تريد السفر، الست تريد السفر. میگه استعجل، یعنی سراسیمه باش، زود باش، شتاب کن، لکی لا یفوتک القطار، تا اینکه قفا نمانی از پاییز، قفا نمانی از قطاره. الست تريد السفر، آیا تو نمیخوای سفر را؟ الست، آیا نیستی تو که میخوای سفر را؟ اگر ترجمه تحت لفظیش کنیم میگیم که الست، آیا نیستی تو تريد السفر، میخوای سفر را. اما ترجمه یجیش میکنیم الست تريد السفر، آیا سفر نمیخوایی؟ آیا سفر کردن نمیخوایی تو؟ استعجل لکی لا یفوتک القطار، با شتاب باش، سراسیمه باش، تا اینکه دیر نمانی از پاییز، از قطاره. الست تريد السفر، آیا نمیخوایی تو سفر را؟ جواب میتید میگه بله، بله، یعنی سفر رو میخواهد، بله بله. بعد از این میگه ذهب لمشاهدة الحفلة وعاد منها في الساعة الثامنة تماما، یعنی رفت برای تماشا کردن جشن. ذهب، رفت، لمشاهدة الحفلة، برای تماشا کردن، مشاهده، شاهده یشاهد مصدر مشاهده، برای تماشا کردن جشن. و عاد منها، و بازگشت از همون جشن، منها ها به حفله برمیگردد، یعنی از همون جشن، فی ساعت ثامنه، در ساعت 8 پره، 8:00. ذهب لمشاهدة الحفلة، رفت برای تماشا کردن جشن. و عاد منها فی ساعت ثامنه تماما، و بازگشت از جشن در ساعت 8 پره، 8:00. بعدش میگه متى یصل القطار، یعنی کی میرسد قطاره، کی میرسد پاییز. یصل میرسد، میگه که یصل القطار حوالی الرابعه، و مدت توقفی فی هذه المحطه
10 دقائق. میگه که میرسد قطاره تقریبا یا نزدیکی های ساعت 4. حواله رابعتی تقریبا ساعت 4 یا حواله رابعتی نزدیکی های ساعت 4. و مدت توقفی فی هذه المحطه، یعنی زمان ایستادن وی، یعنی زمان ایستادن قطاره فی هذه المحطه در همین ایستگاه 10 دقائق 10 دقیقه است. 10 دقائق 10 دقیقه است. یصل القطار حوالی الرابعه، یعنی میرسد پاییز نزدیکی های ساعت 4 یا تقریبا ساعت 4. و مدت توقفه فی هذه المحطه 10 دقائق، و زمان ایستادن وی در این ایستگاه 10 دقیقه است. بعدش میگه که اسمحوا لی ان اشکرکم علی دعوتکم، میگه اجازت بدهید من را، یا اجازت بدهید برای من این که تشکر بگویم شما را برای دعوتتان، برای دعوت کردنتان. اسمحوا لی، اجازت بدهید من را، یا اجازت بدهید برای من ان اشکرکم، این که تشکر بگویم شما را علی دعوتکم، برای دعوتتان. بعدش میگه قد لبیت دعوتکم و جئت فی المیعاد، میگه واقعا قبول کردم دعوت شما را و آمدم در زمان وعده. در میعاد یعنی زمان وعده، در زمان وعده میگه آمدم. قد لبیت یعنی واقعا پاسخ دادم، واقعا قبول کردم دعوتکم، دعوت شما را، و جئت فی المیعاد و آمدم در زمان وعده. بعدش میگه که لا شکر علی الواجب یا سیدی، لا شکر علی الواجب یا سیدی، یعنی تشکر نیست در وظیفه، برای وظیفه ای آقایم، ای بزرگوارم. لا شکر تشکر نیست، تشکر گفتن نیست. علی الواجبی برای وظیفه یا برای واجب، یا سیدی ای بزرگوارم. بعدش میگه ستكون عندنا في شهر القادم حفلة كهذه فنحن ندعوكم إليها وعليكم أن تحضروها. میگه ستكون عندنا، بزودی می باشد در نزد ما، فی شهر القادمی در ماه می آمدگی، حفلتون یعنی جشن می باشد، که هذه مثل همین، یعنی مثل همین جشنی که حالا در اونجا اشتراک دارد. فنحن ندعوکم الیها، میگه پس ما دعوت میکنیم شما را برای وی، الیها به سوی وی، یعنی به همون حفله، به همون جشن. و علیکم ان تحضروها، و لازم است برای شما یا واجب است برایتان این که حضور پیدا کنید در همون حفله. تحضروها، حضور پیدا کنید. این واو یعنی شما، اینها یعنی که حفله، یعنی که جشن. حضور پیدا کنید شما در همون جشن. ستكون عندنا فی الشهر القادم حفلة كهذه، بزودی می باشد در نزد ما در ماه آینده جشن به مثل همین. فنحن ندعوكم الیها، پس ما دعوت میکنیم شما را برای همون جشن. و علیکم ان تحضروها، و واجب است برای شما این که حضور پیدا بکنید. بعدش میگوید که ان شاء الله سنلبی دعوتکم و نحضرها و الى اللقاء، یعنی که ان شاء الله اگر الله خواسته باشد، سنلبی دعوتکم یعنی بزودی جواب میدیم یا قبول میکنیم دعوتتون را، یا پاسخ میدیم دعوتتون را. و نحضرها، و اشتراک میکنیم در وی. نحضرو اشتراک میکنیم ما، ها یعنی در همون حفله، در همون جشن. و سنحضرها یعنی که و نحضرها یعنی اشتراک میکنیم ما هم در همون جشن. و الى اللقاء یعنی تا بازدید. و الى اللقاء یعنی تا بازدید. پس این هست درس 70 از کتاب تعلیم زبان عربی. و درس 69
در یک مسئله ما و شما صحبت کرده بودیم، مسئله ترخیم، مسئله ترخیم المنادا. و مسئله ترخیم منادا را که چطوره که شما میبینید، این را به خاطر آن نشان میدهم که وقتی این کتاب چاپ میشود بعضی تغییرات در منادا، تقسیم بندی هایش یا که بعضی چیزهایی که شما میبینید حرکت گذاری از درس گذشته فرق میکند، یعنی که بعضی ترتیب گذاری ها کردگی هستم. این را یک بار دیگر خلاصش را میگوییم، با همین درس 70 رو به پایان میرسانیم. این ترخیم المنادا در درس 69 است. اما ما بعضی تقسیم بندی که گذاشتیم اینجا، این را میخواهم با تفصیل باز یک بار دیگر بیان کنم. ترخیم المنادا یعنی حذف کردن آخر منادا. ترخیم یعنی حذف کردن و کم کردن آخر منادا. از منادا آخرین حرفش میگیریم و حذف میکنیم. انا میره میگن ترخیم. این ترخیم در زبان عربی برای تخفیف است، یعنی برای آسانی است. میشه ترخیم بکنیم، میشه نکنیم، مشکل ندارد. یعنی که ترخیم کردن واجب نیست، اختیاری است. میخوای بکن، میخوای نکن. پس اگر در هر جایی که میخوایم ترخیم بکنیم، ببینید مثلا قبل ترخیم، پیش از ترخیم، ولی ترخیم نکرده ما، میگیم یا فاطمه تو، یا عایشه تو، یا طلحه تو. دقت دادید؟ یا فاطمه تو، یا عایشه تو، یا طلحه تو. اینجا دا ما ترخیم نکردیم، یعنی یگون چیز حذف نکردیم. اما بعد ترخیمی، یعنی ترخیم کردیم، بعد ترخیم کردن چی میگیم؟ یا فاطمه. چی میگیم؟ یا فاطمه. دقت دادید؟ یا عایشه، یا طلحه. این را میگن ترخیم. اکنون یا فاطمه، یا عایشه، یا طلحه دو نمود خوانده بشود. اینجا در لغات ترخیم است. ببینید لغات ترخیم یعنی قبیله هایی که این ترخیم رو آخرش رو چی حرکت بتین، یا فاطمه یا فاطمو، یا عایشه یا عایشو، یا طلحه یا طلحو، اینها را بیان میکند. یکم، لغت یکم، لغت کی است؟ لغت یکم لغت من ینتظر هست. ببینید لغت من ینتظر، لغت کسانی که انتظار میشوند. کسانی که انتظار میشوند میگن که یا فاطمه. به خاطر چی؟ به خاطر ببینید آخرش حرف میم بود، این میم میگه حرکتش تغییر نتی، هم بیسته در جای خودش. بعد میگه یا عایشه، عایشه آخرش چی بود؟ فتحه بود، میگه این فتحه در جاش بیستد. یا طلحه، یا طلحه. ببینید ح میگه آخرش در یا طلحه تو آخرش فتحه بود، پس این بیسته میگه. انهی میگن لغت من ینتظرو، یعنی آخرین حرکت، همون حرکت در اسم پیش از همون حرفی را که حذف میکنیم چی حرکت هست، همون حرکت در جای خودش بیستد. انهی میگن لغت من ینتظر، لغت من ینتظر. اما لغت دوم لغت من لا ینتظرو هست، لغت شخصانی که انتظار نمیشوند. اونها چی میگن؟ اونها میگن یا فاطمو، آخرش دمه میکنه. دیدید؟ یا عایشو، آخرش دمه میکنن. یا طلحو، آخرش دمه میکنن. پس ما در اینجا دو نمود فریاد کرده میتونیم بگیم یا فاطمه یا که یا فاطمو. یا فاطمه گفتیم لغت من ینتظر، یا فاطمو گفتیم لغت من لا ینتظر. این برای اسم‌های بود که آخرشان ت داشته باشد. این ترخیم برای اسم‌هایی است که آخرشان ت داشته باشد. دیدید؟ آخرشان ببینید ت دارد. فاطمه تو، عایشه تو، طلحه تو. دیدید؟ اسمی که آخرش ت داشته باشد بدون یگان شک و شبهه و بدون شرط و قید و قیود او را عرب ترخیم میکند. بدون شرط و قید و قیود عرب اون را ترخیم میکند اگر آخرش ت داشته باشد. اما مسئله دوم اسم هایی است که آخرش ت ندارند. پس اسمی که آخرش ت نداشته باشد عرب به شرط ترخیم میکند. عرب به شرط ترخیم میکند. میگوید که اگر شرط یکمش همین است که باید علم باشد، علم یا معرفه باشد. معرفه چی به طریقی ندا باشد
به طریق فریاد کردن، یا چی به طریقی خودش همون نام باشد، خودش همون نام باشد، یعنی که علمیت، معرفت نه بلکه علمیتش میگیم. میگه عرب میگه که اسمی که ته نداشته باشد، یکم میگه باید علم باشد، یا که معرفت باشد یکم به طریق علمیت، دویمش به طریق قصد و اقبالش میگن. یعنی فریاد میکنی، آدم نامش نمیدانی مثلا فریادش میکنی، این به مثل معرفه حکم میگیرد، این به مثل معرفه حکم میگیرد. این یکم شرطش است. و شرط دویمش میگویند که آخرش مبنی علی دم باشد، مبنی علی دم، یعنی که مضاف الیه نباشد. ببینید یا محمدو آخرش چی است؟ دم است. یا احمدو آخرش چی است؟ دم است. یا صاحبو آخرش چی است؟ دم است. پس اینها را ما میتونیم یا محمد و یا احمد و هر اینها معرفه هستند به سبب علمیت، وقتی که اسم هستند معرفه هستند. اما یا صاحبو این معرفه شد به سبب قصد و اقبال، یعنی که یک شخص نامش نمیدونه میگیم یا رفیق یا صاحبو ای رفیق، اصلا نامش نمیدونیم، پس به سبب قصد و اقبال این هم معرفه شد. دقت دادید؟ محمد و احمد رو میگید علم هستن، یعنی اسم هستن، علم یعنی نام مرد. اما صاحبو معرفه شد به سبب چی؟ به سبب قصد و اقبال. اکنون دقت بتید، قبل ترخیم، پیش از ترخیم میگیم یا محمدو یا احمدو یا صاحبو. دقت دادید؟ این پیش از ترخیم است، پیش از اون که آخرین حرف حذف کنیم. اما بعد ترخیم میگیم یا محمد یا احمد یا صاحی. پس در اینجا ما ترخیم کردیم، در اینجا ما ترخیم کردیم. اما لغات ترخیم در اینجا، لغت یکم لغت من ینتظرو یا محمد یا احمد یا صاحی میگه. اما لغت من لا ینتظر، لغت دویم چی میگه؟ میگه که یا محمو یا احمو یا صاحو. دقت دادید؟ یا محمو یا احمو یا صاحو. پس این لغت کسی است که لغت من لا ینتظر. این درباره ترخیم بود. اما در این جهت ترخیم را، این نامگذاری را بنده گذاشته که هست، میره میگه ترخیم السماعی، یعنی ترخیم سماعی هست. ما پیشتر قید کرده، ببینید در اینجا گفتیم که نکیره باشد به سبب قصد و اقبال میتونیم ما ترخیمش کنیم، و مبنی باشد، مبنی علی دم باشد، پس میتونیم ترخیمش کنیم. اما در اینجا یا صاحبی، اینجا در مضاف است، مبنی علی دم نیست، اما عرب این را همچنین ترخیمش کردن، میگن یا صاحی. این را نامش هست ترخیم السماعی، این ترخیم سماعی هست. با موافق قاعده بگیریم، اگر قاعده گراماتیک زبان عرب، یا صاحبی این کلمه را ما ترخیم کردن نمیتوانیم. این منادا رو به خاطر مضاف الیه هست، یعنی ای دوست من، ای رفیق من، پس ما این را نمیتوانیم که ترخیم کنیم. اما عرب میگه این را کردن، از این حساب میگویند که یا صاحی. دقت دادید؟ پس این را نام شد ترخیم سماعی، یعنی عرب همین طور شنیدیم، اما موافقی قاعده تغییر نمیگیرد، موافقت نمیکند ترخیم کردن. اکنون دقت بتید، اگر که در درسی که ما و شما خوانده بودیم، در این درس خوانده بودیم که یا صاحی، کلمه نوی درس، کلمه یا صاحی، ببینید این یا صاحی اگر از یا صاحبو باشد، پس میتونیم یا صاحی بگیم یا صاحو بگیم. یا صاحی لغت من ینتظر، یا صاحو لغت من لا ینتظر. صاحی یا صاحو لغت عاشقتی. اما اگر از یا صاحبی باشد، یعنی ترخیم از سماعی باشد، در این صورت فقط میگیم یا صاحی خلاص، یا صاحو گفتن نمیتوانیم. چرا؟ زیرا که این سماعی هست، از عرب همین طور شنیده ایم. دقت دادید؟ پس این یا صاحی را ما میتونیم بگیم که از دو طریق است.
یکم طریق از یا صاحبو گرفتگی هستندش، این یک طریق، یا دویم طریق نه از همون یا صاحبی گرفتگی هستند و سماعی هست، اینجا ترخیمی سماعی هست. پس این هست مسئله ترخیم المنادا. پس این چطوری که شما میبینید همین طور انشاءالله در کتاب چاپ میشود، با میتونید از کتاب این را خوب استفاده ببرید. پس با همین امروزینه درس خود را، درس 70 را به پایان میرسانم و تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.